دوشنبه. بر بله سلام علیکم. سلامتیت خوبان تنجی شکری خدا میشه. خودت خوبی؟ امروز موضوع چیه بخشش موضوع من همین مهاجرت. در این جایی مهاجرت ما در دوشنبه زنگ زده هستم گرنی نکی مهاجر نیستی کروچ. مهاجر بودم депортация شدم یا 3 سال پیش 3 سال پیش در تاجیکستان یازی. باز در تاجیکستان و депортация بچه اولیوی همونجا بودیم مهاجر برای چی رفته بودی روسیه کار کنی؟ راستی ما اولیوی رفته بودیم برای کار برای زندگی ما 2006 همونجا بودیم خیلی خوب. پدرم همونجا بودن همه بعدی پاسپورت گرفتن مقصد کارمون توغری شدن اساس دокументای فرزندامو پول خودمو برو اومدیم پاسپورت هم دیگه نگرفتیم مقصد گفتنی ما امروز در برنامه که خلق توجیک خودش میتونه مسئلهش حل کنه اینجا بخیزه جای کار طلب کنه امام علی رحمانov بخیزه امام علی رحمانov جای کار طلب کنه نه جنگ خیزی نه هیچ بخیزه جای کار طلب کنه امروز خلق توجیک صاحب نداره بیرون کشور مثلا در روسیه امروز کشون مهاجر جنگ میبرند خلق روس даже مثلا فکری دولتی تاجیکستان هم کمتری دولت هست که امروز حمایه مینا ای شهرونداش کشون میگیره جنگشو میبره امام علی رحمانov چیکار امام علی رحمانov در سر قدرت به قطع اولادش خورده گشتایسن چند ظلم بسیار کردایسن اما خلق برمده رفتایسن تاجیکستان ظلم به نهایت ظلم بسیار هیچ بهبودی نیست به خلق تاجیک در تاجیکستان همه ظلم که مقصد خلق بروه تاجیکستان برای همون که کار فقط حل میکنه خلق خودش حوزی خلق مثلا دمی دوشنبه دیده میشوه که بسیار خلق بچه های ایراسیا депортация اومدگیان همی رها دمی بینم 03 خطلان 02 خوجند بچه ها بسیارش депортация همی تاکسی زده گشتن این همی یه روز معینش کنه همه بخیزه جای کار طلب کنه او امروز رهبر دولت های باید جای کار بیوه نمیاوی استیفا تا بته دیگه خلق چیکار کنه خلق توجیک امروز نمیدونه چیکار کنه ای کورپسیاش میگریزه ای سویت بیناکش میگریزه ای همه چیز مقامات خلق توجیک فقط در گریزه یا که پل میوی میتی یا که سویت میبره یا که اشترافت میکنه یا یکم بهبودی رحمانov به اولادش بهبودی در خلق توجیک نه آورده سی نمیاره خلق توجیک فقط طلب جای کار دیگه هیچی دیگه را خلق توجیک نداره این کارهایی که امروز میخیزه روز تو بگر در تلویزور و کنسرت و بلوگر بازی به خلق توجیک فایدهش نیست روز تو بگر در تلویزیون همی آدمیزاد کم تا خودش فکر کنه امروز برادر تا مجبور در روسیه جنگ میبرن روز تو بگر در تلویزور تاجیکستان در تلویزور در رادیو کنسرت آخی چی در کار همونجا پاسولای تاجیکستان که وقتی کمک نمینه خلقه چی در کار ما چی بگیم وطن داریم اینا تاجیکستان وطن مو نه حمایه مینه نه هیچی فقط مرده میارن کیه در سر قدرت رحمانov اولادش بغض ای دزدی دیگه هیچ کار یا نمیتونن خلق بخیز جای کار طلب کنه هیچ کار نکنه مرا جای کار بته در قدرتی جای کارم بته بس دیگه در بدر گشتن خلق توجیک در بدری با امروز اینا نگاه که در اینترنت و نوارای تو میخوره که مقصد روسیه چی معاملت خیلی با ما دولتی مقصد سازشنامه نویستگیم که رفتار شد با توجیک نگاه که چکو کیسه است این شکل این بده و معامله خوب نیست رحمانov یه زنه که در بدر میگرده که خودش بگناه حس مینه رحمانov هم خیلی در بدر میگرده همین طوری که گناه نداره خلق مشکلی داره نه که رحمان گناه نداره
برای هموی خلق همه خلق میتونه بخیزه کاره باور که در 24 ساعت 10 تا رحمان علش منی 10 تاشه این ترس آورده است در روی خلق ترس آورده است چی بگی میبره محکم بور محکم کنه بره محکم کنه همه ما بره محکم کنه همه میخیزیم بره محکم کنه خلاص شیم این ترسیدن بسته این خلق توجیک تو نخو که ما 10 میلیون اهولیم 10 میلیون اهولی یک چیزی هستیم 10 میلیون اهولی در بدر امروز بگی پیشوای ملت معظم ملت اوخی چکارت منان اولاد در سر قدرت خلق توجیک در بدر یا که بگی بکو یا که بره خلق توجیک یا بدونه چکو کنه گسمو بسیار میشوه سوید نیست گسمو بسیار سوید نیست زنده باشی برادر تشکر زیاد پناه به خدا